سلام خدمت همه همراهان و دوستان عزیزم. من پارمیس هستم با بیش از 20 سال فعالیت هنری و آموزش انواع سبک‌های نقاشی. دوستان عزیزم، امروز میخوام براتون آموزش رنگکاری یه مجسمه پلی استر بذارم. امیدوارم که با من همراه باشید، منو لایک کنید و فالو داشته باشید تا بتونید آموزش‌های بیشتری از من ببینید. بریم که داشته باشیم. خب بچه‌ها، امروز میخوایم با هم این اکسسوری سنجاب کوچولو رو رنگ کنیم و آموزشش رو با هم ببینیم. دوستان، رنگ‌هایی که نیاز داریم رنگ مشکی، قهوه‌ای، زرد و قرمز هستش. این رنگ زرد و قرمز شماره 8 و 6 پرکاربردترین رنگ‌ها توی اکریلیکه. بعد یک کاسه آب و قلموی مناسب. خب دوستان، برای رنگ کردن هر مجسمه‌ای اول از رنگ روشن استفاده می‌کنیم. نکته اینه که حتما باید قلممون اولش خیس باشه. بعد رنگ‌ها رو، یعنی من اول رنگ سفید رو گذاشتم، ببینید. بعد رنگ‌ها رو کوچولو کوچولو به سفیدم اضافه میکنم. نمیام یه رنگ زرد و قاطی سفید بکنم کامل. یه گوشه از پالت رنگم رو میذارم و کوچیک به رنگ اصلیم اضافه میکنم تا اون رنگی که مد نظرمه ساخته بشه. من رنگ گلبهی روشن رو میخوام بسازم. این رنگ خوبیه. خب من از دم شروع میکنم، چون دم سنجاب سر دم سفید هست، روشنه در واقع. من تا اواسط دم رو سفید میکنم و از اون پایین تیره ها رو میارم بالا. من فیلمو تند کردم که سرعت عمل بالا بره تا از حوصله دوستان خارج نباشه. برای پای سنجاب ببینید من از رنگ تیره و روشن دارم همزمان استفاده میکنم و با آب فیدش میکنم تا پای سنجاب به صورت برجسته و سه‌بعدی بشه. ببینید به رنگ قهوه‌ای کمی قرمز و کمی زرد اضافه میکنم تا رنگ از اون قهوه‌ای خام در بیاد. جلوی سینه سنجاب، پشت دستش و جاهایی که فرو رفته رو تیره میکنم. جاهایی که برآمده رو روشن میذارم و حتی روشن‌تر میکنم و قشنگ سه‌بعدی بودنش مشخص بشه. خب کاسه آب اینجا به درد ما میخوره که قلم رو حتما باید بزنیم داخل آب تا بدونیم راحت فید کنیم رنگ ها رو تو هم دیگه. دوستان، نکته‌ای که میخوام اینجا بهتون بگم اینه که حتما باید جاهای سفید رو سفید نگه دارید. ببینید من از روشن‌ترین رنگ دارم برای صورتش استفاده میکنم و اصلا تیرش نمیکنم، چون اگه تیره کنید بخواید سفید کنین رنگ چرک میشه به اصطلاح. پس باید سفیدی ها رو نگه دارید. نکته بعدی که جا گذاشتم این بود که حتما باید قلموی زبر باشه که بتونه رنگ رو قشنگ داخل پرزای بدن سنجاب ببره. اینم آخرش که چشمای سنجاب رو دارم رنگ میکنم که مجسمه قشنگ روح میگیره با درست کردن این چشماش. حالا دمش رو هم رنگ بدنش میکنم، کارهای نهاییش رو انجام میدم. لپاشم یکم قرمز میکنم، قرمز که نه صورتی میکنم در واقع، و تمام.